بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان این کلیپی که دارین میبینین بارگیری بار کنسانتره سنگاهنه. برای تخلیه این بار که راحت خالی بشه و به مشکل نخوری، ما گرفتیم پلاستیک زیر بار گذاشتیم. بار روی پلاستیک داره بارگیری میشه و موقعی که تخلیه که کمپرس میدیم بالا، به راحتی خیلی راحت این بار خالی میشه. در غیر این صورت اگر این کار انجام نشه، پلاستیک زیر بار گذاشته نشه، به مشکل میخوری و خیلی خطرناکه. در بعضی از مواقع اصلا بار خالی نمیشه مگه اینکه بیل مکانیکی بیاد بار رو خالی کنه. دوستان ویدیو رو تا انتها ببینید. من قسمت این که بار رو داریم تخلیه میکنیم